سلام به همه ردستون فنا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام داخل قسمت سوم از مبانی مدار در ردستون یه مقدار بحث رو جدی ترش کنم و برم سراغ یه قطعی که معمولا آدما کمتر کاربرداشو میدونن و اون قطعه یعنی ردستون کامپراتور. پس توی این ویدیو با من همراه باشید تا این قطعه رو براتون کارش رو شرح بدم. بزن بریم. ردستون کامپراتوری قطعه خیلی پیچیده است که کاربردهای خیلی زیادی داره. بنابراین برای که گیج نشید سعی میکنم کاربرداشو از ساده به سخت براتون توضیح بدم. توی قسمت قبلی که براتون راجع به ریپیتر توضیح دادم بهتون گفتم که اگر یه سیم ردستونی داشته باشید که بیشتر از 15 بلاک طولش باشه، سیگنال ردستونتون نمیتونه به صورت مستقیم به مقصدتون برسه و بنابراین نیاز دارید که یه جایی داخل مسیرش یه دونه ریپیتر بذارید. اما ریپیتر مشکلی که داره اینه که همیشه آوتپوتش 15، یعنی هر چیزی به جز صفر رو اگر اینپوت کنه همیشه 15 آوتپوت میکنه، یعنی همیشه سیگنال رو با حد اکثر قدرت میده بیرون. اما اگر داخل یه مدار شما این قضیه رو نخواهید باید چیکار بکنید؟ ردستون کامپراتوری بلاکیه که دقیقا همین مشکل رو برای شما حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی برخلاف ردستون ریپیتر که هر سیگنالی که بگیره 15 آوتپوت میکنه، ریپیتر اگه در حالت کامپر ساده باشه که بعدا براتون توضیح میدم چیه، هر قدرت سیگنالی که بگیره همون آوتپوت میکنه دقیقا. یعنی اینجا که من این الان اهرامو فشار دادم، اینجا این 13 داره اینپوت میکنه و دقیقا همین 13 رو هم داره آوتپوت میکنه. یعنی در واقع تقویتش نمیکنه، صرفا داره انتقالش میده. ولی داخل طول خود این کامپراتور قدرتی از خود اون سیگنال کم نمیشه. یعنی اینکه اگر که مثل اینجا یه سیمی داشته باشید که یکی در میون ردستون کامپراتور رو داشته باشه، هر سیگنال استرینگثی که شما از سر سیم وارد کنید دقیقا همون سیگنال استرینگث رو ته سیم هم دریافت میکنید. الان اینجا 15 که شاید درست متوجه نشید، اما اگه اجازه بدید من چند بلاک این اهرامو بیارم عقب که قدرت سیگنالی که اینجا داره اینپوت میکنه کمتر بشه، کامل متوجه میشید. الان این داره سیگنال استرینگث 11 رو اینپوت میکنه و اگه تا ته سیم من این ردستون کامپراتور رو بچینم، میبینید که اینجا هم دقیقا ما همین 11 رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که این کامپراتورها میان هر کدوم از این سیگنال استرینگث ها رو میگیرن، هیچ تغییر روش اعمال نمیکنن و همونو آوتپوت میکنن در حالت ساده‌ای که همینجوری پشت سر هم دیگه چیده باشه. این یه کاربرد خیلی خوبه که در یک سری مدارایی که بهشون میگیم بر مبنای هگزادسیمال کار میکنن که توی قسمت‌های آینده باشون آشنا میشید، اساس کارشون همینه، یعنی از این استفاده میکنیم. همه دستگاه‌ها چه داخل دنیای ردستون چه داخل دنیای واقعیت نیاز به یه ورودی دارن. اصلا تعریف دستگاه همینه. دستگاه یا همون ماشین که ما میگیم یه وسیله‌ایه که یه ورودی رو دریافت میکنه، یه سری اقدامات روش انجام میده و بعد خروجی ارسال میکنه. پس هر چیزی که عملا بشه گفت دستگاه حتما باید ورودی داشته باشه. حالا خود ماینکرافت برای ما یک سری مکانیزم‌های داخل بازی قرار داده که میتونیم از طریق اونا یه سری چیزایی رو به ورودی‌های ردستونی تبدیل کنیم که میشه با استفاده از سیم‌های ردستونی انتقال شد و روشون عملیات انجام داد. دو تا از اون روش‌های ساده‌اش استفاده از لکترن و چسته که شاید خیلیاتون ندونید. یکی از کارهایی که کامپراتور انجام میده اینه که به ما اجازه میده که عملیاتی که ما روی هر کدوم از این دستگاه انجام میدیم و به صورت یه سیگنال معنادار داخل یه سیم ردستونی ارسال کنه که بشه حالا بعد اون سیگنال فرستاده بشه و روش عملیات‌هایی حالا انجام بشه. داخل لکترن اگر که شما یک کتابی داشته باشید که 15 صفحه داشته باشه، از 1 تا 15، نه کمتر نه بیشتر، و بذاریدش داخل لکترن، ردستون کامپراتور به نسبت اینکه چه صفحه‌ای از اون کتاب داخل لکترن باز هست یه سیگنال ردستون آوتپوت میکنه. یعنی الان من اگه داخل این کتاب صفحه 1 باشم، اینجا یه سیگنال استرینگث 1 داره برای من آوتپوت میکنه. اما اگه بیام مثلا میگم صفحه 6،
اینجا داره سیگنال استرنگث 6 رو برای من آوتپوت میکنه و به همین ترتیب این روند تا 15 ادامه داره. 12 اگه ببینید 11 اینجام 11 و این یکی از روشاییه که خود ماینکرافت داخل بازی قرار داده برای اینکه پلیرها بتونن با استفاده از اون یه اینپوتی رو به دستگاهشون بدن. یکی از اون روش‌های دیگه هم استفاده از چست هست. داخل چست اگر که شما در واقع به پشت یه چست کامپراتور وصل کنید، این کامپراتور به نسبت اینکه اون چست چقدر پر هست یه سیگنال استرنگث آوتپوت میکنه. این یکی یه خورده پیچیده تره، پس خوب گوش کنید. اگر که شما چند استک از هر بلاکی که حالا دوست دارید داشته باشید، مثلا آقا این اوک پلنکسی که الان من اینجا دارم یک استک مثلا بذارید اینجا، میبینید که کامپراتورتون داره سیگنال استرنگث 1 رو آوتپوت میکنه. به همین ترتیب اگر که 2 تا استک از همون بلاک شما بذارید، میبینید که سیگنال استرنگث 2 رو داره برای شما آوتپوت میکنه. در این مرحله شاید فکر کنید این میزان سیگنال استرنگثی که اینجاست به طور مستقیم به تعداد استک بلاکاییه که داخل این چست هست، اما اگر که 3 تا استک بلاک بذارید اینجا متوجه میشید که این هیچ تغییری نمیکنه و همون 2 میمونه. علتش اینه که موجانگ تعیین کرده که یه چست پر باید سیگنال استرنگث 15 رو آوتپوت کنه و یه چست خالی باید سیگنال استرنگث 0 رو آوتپوت کنه. یعنی اینکه یه چست ردستونی خوب که بخواد به صورت ساده به ازای تعداد استکای بلاکی که توشه سیگنال استرنگث آوتپوت بکنه باید دقیقا 15 تا اسلات داشته باشه، ولی یه چست بیشتر از 15 تا اسلات داره و در واقع 27 اسلات داره. حالا برای اینکه این 27 اسلات بتونه به طور درستی تقسیم بشه بین 15 تا سیگنال استرنگثی که برای هر سیم موجود هست، باید مجانی تصمیم رو میگرفت و تصمیمی که گرفت این بود که برای 2 تا سیگنال استرنگث اولی یعنی 1 و 2 به ازای هر یک استک بلاک یه سیگنال استرنگث تعداد زیاد میشه، ولی برای بیشتر از 2 تا استک بلاک شما باید بذاری که این سیگنال استرنگث یه دونه بره بالا. یعنی الان من به ازای سومین پلنکی که این تو میذارم اینجا هیچ تغییری نمیکنه، اما اگه استک 4م رو اینجا بذارم میبینید که این یه دونه رفت بالا و شد 3. همچنین اگه من 2 استک دیگه بذارم، اگه من اینجا 2 تا استک دیگه بذارم میبینید که شد 4. اما اگه یکیشو بردارم با وجودی که 1 استک اضافه هست میبینید که همچنان 3. پس برای 1 و 2 به تعداد پلنکا و برای از اون بالاتر تعداد استکا تقسیم بر 2 میشه تعداد سیگنال استرنگثایی که میره بالا. امیدوارم که اینو متوجه شده باشید، چون برای منم حقیقتا اولش خیلی پیچیده بود و خیلی گیج کننده بود. خب این بود از این کاربرد که خیلی هم مهمه و خیلی باش کار داریم. بریم سراغ کاربرد بعدی. اما در این مرحله میرسیم به 2 تا کاربرد اصلی که کامپراتور داره و من این همه حرف برای شما زدم برای که این تیکه رو که میخوام بگم و درست بتونید متوجه بشید. ببینید کامپراتور 2 تا حالت یا مود مختلف داره. یکیش حالت کامپره و یکیش حالت سابترکته، یعنی تفریق، مقایسه و تفریق. و حالتش هم میتونید از روشن یا خاموش بودن این لامپی که اینجا هست، لامپ کی نیست، ردستون تورچه، متوجه بشید. اگه خاموش باشه رو حالت کامپره و اگه روشن باشه رو حالت سابترکته. حالا این چجوری کار میکنه؟ ببینید کامپراتور علاوه بر اون ورودی که از تهش داره، یه ورودی هم از این کنارش داره که این ورودی رو شما میتونید با استفاده از همین فلشی که رو تکسچرش هم هست تشخیص بدید. یعنی در مجموع کلا 2 تا ورودی داره برای دریافت سیگنال. حالا اگر کامپراتور شما روی حالت کامپر باشه یا همون مقایسه و 2 تا سیگنال مجزا واردش کنید، این میاد اون 2 تا سیگنال با هم دیگه مقایسه میکنه. از چه لحاظ؟ از لحاظ قدرت سیگنالشون. و اگر که
حالا بیاید اسم این ورودی رو بذاریم ورودی 1، اسم این ورودی رو بذاریم ورودی 2. اگر که قدرت سیگنال ورودی 1 بیشتر یا مساوی قدرت سیگنال ورودی 2 باشه، به اون سیگنال اجازه عبور میده. که میبینید که الان اینجا به خاطر اینکه اینجا ما سیگنال استرنگث 14 داریم، اینجا سیگنال استرنگث 15 داریم، این 14 از این 15 کوچیک‌تره، بنابراین میبینیم که اینجا هیچ خروجی نداره. اما اگر که سیگنال ورودی 1 بیشتر یا مساوی سیگنال ورودی 2 باشه، اجازه عبور میده. به عنوان مثال اگر که من بیام اینجا یه سیگنال استرنگث 15 به این بدم، اینجا 15، این دوتا با هم دیگه مساوی ان، پس سیگنال عبور میده. اما به عنوان مثال اگر که اینجا من اینو یه مقدار بلندش کنم که اینجا بشه 14 و اینجا 15 بمونه، اینجا ببینیم که چون اینجا 14 اینجا 15 از 14 بزرگتره، پس سیگنال داره همچنان عبور میده. خب نوبتی هم که باشیم میرسیم به مود بعدی ردستون کامپراتور، یعنی مود سابترکشن یا همون مود تفریق. وقتی که یه کامپراتور روی مود سابترکشن باشه، این ردستون تورچ این جلوش روشنه و با استفاده از این میتونید تشخیصش بدید. شما میتونید بین مود کامپر و مود سابترکشن با کلیک راست سویچ کنید. یه دونه کامپراتور زمانی که روی مود سابترکشن باشه، درست مثل مود کامپر از دو تا ورودی دو تا سیگنال مجزا دریافت میکنه. منتها برخلاف مود کامپر به جای که اونا رو مقایسه کنه، از هم دیگه کمشون میکنه. یعنی سیگنالی که سیگنال استرنگث سیمی که داره از ورودی یکش دریافت میکنه رو منهای اون سیگنال استرنگثی که میکنه که داره از ورودی دوش دریافت میکنه، این کنارش. به عنوان مثال من الان این ستاپی رو که بهتون یاد دادم داخل همین چند دقیقه پیش متصل کردم به ته و کنار این که بتونم سیگنال استرنگث هایی که وارد این میشه رو دستکاری کنم که قشنگ بتونم بهتون نشون بدم. الان به عنوان مثال هر دو تا این سیگنال استرنگث ها یکن، این داره یک و منهای یک میکنه که در نهایت میشه 0 و اینجا هیچ آوتپوتی نداریم. اما مثلا میگم من اگر اینجا سیگنال استرنگث 4 رو آوتپوت کنم، این میاد 4 و منهای یک میکنه که میشه 3. من میتونم بیام اینجا رو تغییر بدم، مثلا آقا اینجا رو بکنم 5 منتها به خاطری که 4 منهای 5 میشه -1 و داخل ردستون -1 وجود نداره و عملا معنایی نداره، همون 0 رو آوتپوت میکنه. چون که ما اساسا داخل ردستون سیگنال استرنگث منفی نداریم و تفریق دو تا عددی که اون عدد دومی از عدد اولی بزرگتره همیشه 0 میشه و دیگه منفی نمیشه. اما مثلا میگم من میتونم بیام اینو تغییر بدم و بکنم 3 و 4 منهای 3 میشه 1، یا مثلا خیلی راحت میتونید باش آزمایش کنید و خیلی جذابه به نظر من. 7 منهای 3 مثلا میشه 4. این داره در واقع سیگنال استرنگث ورودی 1 و منهای سیگنال استرنگث ورودی 2 میکنه و آوتپوتش میکنه به همین سادگی. و اما آخرین کاربردی که میخوام داخل این ویدیو از کامپراتور براتون بگم دیود بودنشه. کامپراتور هم درست مثل ریپیتر که داخل قسمت قبلی براتون توضیح دادم مثل دیود عمل میکنه، به خاطر اینکه سیگنال رو فقط میتونه برای عبور دادن فقط میتونه از تهش دریافت بکنه و سرش صرفا حالت خروجی داره و ورودی نیست. به خاطر همین اگر که من بیام یه سیمی داخل یه سیم ردستونی سیگنال بفرستم که به ته این کامپراتور وصله، میبینید که هم این لامپ رو روشن میکنه، هم کامپراتور اینو از خودش عبور میده و این لامپ رو روشن میکنه. اما اگر من بیام سیگنال به صورت برعکس بفرستم، یعنی این لول رو روشن کنم که سیگنال داره از یه سیمی میفرسته که به سر کامپراتور وصله، کامپراتور در خلاف جریان این سیگنال رو نمیتونه عبور بده، یعنی نمیتونه بیاد اینو از سرش بگیره و از تهش اینو عبور بده، اینو در واقع آوتپوت کنه. بنابراین سیگنال اینجا متوقف میشه و میبینیم که فقط این لامپ روشن میشه و این یکی لامپ خاموش میمونه. خب خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو دیدین. لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید تا حمایتی باشه و بتونم بقیه ویدیوها رو هم ادامه بدم با قدرت. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید.
و تا یه ویدیوی دیگه فعلا پیس اوت.